از جمله فعل to take. با جز معنای گرفتن را دادن باز میتواند زیاده از 20 معنا استفاده شود. سلام علیکم دوستان انگلیش کده. امیدوارم که هر کجای باشید تنصیحات و دائما خوشحال باشید. خوب بیایید ادامه میدهیم به جواب دادن سوال های شما. معناهای فعل take با جز معنای گرفتن را دادن باز به کدام معناها می آید؟ خب زبان آموزان عزیز، خیلی که ما و شما میدانیم فعل های زبان انگلیسی به حد معناهای بسیار دارند، از جمله فعل to take. با جز معنای گرفتن را دادن باز میتواند زیاده از 20 معنا استفاده شود. ما در این ویدیو تنها 7 معنای معمول آن را برای شما آماده نمودیم. بیایید معنای آنها را شرح میدهیم. معنای یکمی آن گرفتن. He took her by the hand. He took her by the hand. وی از دست خانم گرفت. مثال دیگر. Don't forget to take your keys. Don't forget to take your keys. گرفتن کلیدهایتان را فراموش نکنید. معنای دوم بردن. مثال. She took the letter to the post office. She took the letter to the post office. وی مکتوب را به پشته برد. جمله دیگر. Khalid took us to the airport. Khalid took us to the airport. خالد ما را به فرودگاه برد. خب معنای سومی آن لازم داشتن، ضرور بودن. مثلا It will take a long time. It will take a long time. وقت زیاد لازم می شود. How long is this going to take? How long is this going to take? چقدر وقت را می گیرد؟ معنای چهارم فتح کردن. They took the fort in 2 days. They took the fort in 2 days. آنها قلعه را در 2 روز فتح کردند. خب معنای پنجم استفاده کردن از. مثال You can take a boat. You can take a boat. شما می توانید از کشتی استفاده کنید. معنای ششم قبول کردن، پذیرفتن. How did they take the news? How did they take the news? آنها خبر را چگونه پذیرفتند؟ معنای هفتم خوردن یا که نوشیدن. Will you take tea or coffee? Will you take tea or coffee? شما چای یا قهوه می نوشید؟ جمله دیگر. Has he taken his medicine? Has he taken his medicine? او داروهایش را خورد؟ خب این بود 7 معنای فعل to take. و اگر این فعل همراه دیگر کلمه ها آید در یک جایگی معنای دیگر رو می دهد. مثلا take after. Take after مانند بودن، شباهت داشتن. He takes after his father in many ways. He takes after his father in many ways. از بسیار جهت ها وی به پدرش شباهت دارد. Take place رخ دادن، واقع شدن، برگزار گشتن. The last Olympic took place in Brazil. المپی اخیران در برزیلیا برگزار گردید. Take care احتیاط کردن. Take care see you next week. خودت رو احتیاط کن تا دیداری هفته آینده. Take it easy آرام باش، سخت نگیر. Take advantage of something. Take advantage of something استفاده کردن، فایده بردن از یگان چیز. مثال They took full advantage of the hotel's facilities. آنها از شرایط مهمانخانه پرره استفاده کردند. You should take advantage of this 25% discount. شما باید از این 25% تخفیف فایده برید. Take advantage of somebody. Take advantage of somebody از فرصت استفاده بردن یا که فریب دادن. Don't lend them the car. They are taking advantage of you. Don't lend them the car. They are taking advantage of you. ماشین را به آنها نده. آنها تو را فریب کرده ایستادند.
take action чора дидан ва якчанд ибораҳои дигар. хуб, видеои мо инҷо ба охир мерасад. агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад, ҳатман дар комментария нависед ва агар ба канал обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шуда ва канали моро ба дӯстонатон ҳатман тавсия диҳед. боқӣ саломат бошед.